تو سبا خدمتی قرآن کرده نمیتونی، قطعا نمیتونی. چرا تو؟ بلکه نه، از اینجا پشترم گرفتی رفتی قاد کردی در قد کتابت مانی، یا رفتی سودا را در اشکلوله کردی. تو به جای از اینکه خدمت دی نکرده باشی خیانت دی نکرده. این پشتر نچسباندنی تو فکر نکن که یک کاغذ است که نچسباندی. اگر اون پشتر را میچسباندی شاید 10 نفر پشتر را دیده در یک ترجمه قرآن حاضر میشد، تالی را در عقیده شرک بود آلی موحد میشد در یک پشتر. وقتی تو نچسباندی امو 10 نفر باقی موند که اینجا می آمد عقیدش جور میشد. چقدر خیانت کردی؟ گپای بسیار دقیق است. قرآن کریم در اینمی گپا اشاره میکنه. برای شما چقدر مناسب است که ما قدم چه قسم بگذاریم. یک گپ دینه ولو که خیلی کم است حقیر ندانه، سبک ندانه. مسجد میخیزیم از اینجا کاغذ یک خشپل قلم افتاده فرد قطع خود میگیریم، تو میگیری من میگیریم، هیچ باقی نمیمانه. اگر تو میندازی وام میندازه خود به خود چی جور میشه. میایم پای پوشه میکشیم. چقدر مثال خوب است. به خواهرام میگم به برادرام میگم فرد پای پوش خود در یک طرف میمانم، اما طور سری را نمیکشم. یعنی سیکو چقدر خوب نظم است. پای پوش گدبرد نمیشه، گم نمیشه، هر چیز در جای خود برای خود موقع داره. اینی خدمت است. پس میبرایم طور نمیکنم شفلده زده پای پوش قطع پای زده میرم از خود پای میکنم میدوم. نه، پای پوش خود میگیرم خیلی منظم میگذارم به خاطر از اینکه پای پوش دیگه کس خراب نشوه. ما از صفر شروع میکنیم. یعنی کلش خدمت های دین است. از اینجا شروع کنی الله توفیق خدمت های کلان براتون میده. اگر از صفر شروع نکرده بودی ایرا یاد داشته باشی که الله توفیق خدمت کلان براتون نصیب نمیکنه. ایرا یاد داشته باشی. از همون خاطر از اینمی امروز مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم با صحابه ادب یاد میده. زمانی که رسول الله به امر مهم شما را جمع میکنه، کسی حق نداره که بهانه کنه، بهانه خواهی نکنه، بلکه کار شخصی و ضروری خانه خدا بگذاره از مجلس رسول الله نروه تا که فیصله نشده حکم در انتها نرسیده. اینقدر اهمیت داره. کار اجتماعی از کار شخصی که اهمیت داره. کار اجتماعی اگر خراب شوه متضرر به صدها و هزارها مردم میشه. اگر کار شخصی تو خراب شوه یک خانه نقصان پیدا کرده. اینی در فرق است بین کار انفرادی و کار چی؟ اجتماعی. که انسان کار اجتماعی را باید ترجیح بده و پشت کار انفرادی خود نگرده. الله متعال توفیق نصیب بکنه امی حس امرای ما موجود باشه، امی احساس امرای ما موجود باشه. ما بارها براتون گفتم که از صفر شروع بکنی. مؤمنا امیر الله برش میگه البته کسی که نمیتونه امر جامعه را یک امر اجتماعی را میخواه کلگی باید حاضر باشه که اینی کار میکنیم. بخیر نه در روز جمعه ان شاء الله ختم ترجمه را میکنیم. اینجا ما ببینیم که کی فعالیت کرده میتونه. فعالیت به خاطر چی میگم؟ صرف به خاطر از اینکه برادرای مسلمان ما یک تعداد سالا محروم است از این ثوابا. یک لحظه قرآن کریم خیلی مهم است. یک موقع میشه که در یک ساعت یک انسان حاضر شده الله عقیدهش چی کرده؟ درست کرده. از او خاطر ما قطعی کسی دشمنی نداریم. حرص ما ایست که یک کسی بیای الله اقل آشنایی با قرآن پیدا بکنه. از او خاطر در روز جمعه ان شاء الله اجازه میدیم موتر گرفتن به کلگی مردا و زنا هر قدر موتر گرفته میتونه دوستای خدا آورده میتونه در ختم قرآن بیا لا اقل در دعا شریک شوه که یک لحظه از امی درسای قرآن کریم برای ازوا برسه. اینی کار ماست، اینی دعوت ماست. یک تعداد جوانا میگه ما اعتکاف میشینیم. او جوان اعتکاف چی میشینی؟ کار بکو. این رمضان از خدمت بکو. برو از مظلوم. چقدر خوب است. ان شاء الله یک کار دیگر هم در نظر گرفتیم که او هم بخیر شوه. شما خبر داری که مهاجرین از وزیرستان در خوست آمده و هیچ سرپناهی نداره. اگر ما بتانیم جوانا موظف شود در چوکا در مردم چیسته یک لوحه را جور کنه چند نفر به خاطر که اعتماد مردم سرش باشه جمعوری کنه کمک. یک خدمت دین است، غمخوری مردم است. شما اگر آواره و بیچاره شوی و جای بروی که حتی در بیگاه یک لوٹکی وضو نداشته باشه، یک کوزی وضو نداشته باشه، چقدر مهم است. هست یا نیست؟ اگر ما این جمعوری کنیم دنیا کمک و نصرت میتونیم. فلسطین خوبی از دور رسیدن نمیتونیم. در وطن ما که کدام حالتهای بدبخت است
برای از ما و شما میتونیم یک خدمت بکنیم. از او خاطری مواقع خدمت است و امور اجتماعی است، دهی بسیار سهم فعالی داشته باشیم. همچنان دوستان ما این گوشزد میکنیم که ترجمه قرآن کریم و نموترا گرفته میشه، این به چانده ضرورت داره برادرها. به اخلاص و صداقت شما خواهرها و برادرها باید چانده را بندازی، چرا که ما پسمان نشویم. روز جمعه اگر موتر میگیریم انشاءالله پسمان نشویم، پسمان نمیشیم انشاءالله. ما یقین داریم الحمدلله دوستا هستن که آماده هستن به این قربانی ها، لیکن باز هم همه ما سعیم باشیم. در این خیری کثیر خیر است اگر 1 روپه داریم 1 روپه سعیم شویم، اگر 10 روپه داریم 10 روپه سعیم شویم. از این خیری کثیر خدا گوشه نکنیم، محروم نکنیم. و اذا كانوا معه على امر انما المؤمنون یقینا مؤمنای واقعی حقیقی الذين مردمای هستند آمنوا بالله که عقیده به الله داره، به یکتا پرستی الله، به نظام الله و رسوله عقیده داره، به رسالت پیغمبر علیه السلام. و اذا كانوا معه امرایی که پیغمبر علیه السلام می باشه على امر جامع، به یک امری که در اونجا ضرورت به جمع کردن رای است، یک یا جامع که مهم است که جمع کردن پیغمبر مردم ضروری میپنداره. لم یذهبوا نمیره ای مؤمنا حتی یستاذنوه تا که اجازه از پیغمبر بخواه. ان الذين یستاذنونک یقینا کسانی که اجازه طلب میکنه از توی پیغمبر علیه السلام اولئک الذین مردمای است یؤمنون بالله که عقیده به الله داره و رسولی. چرا؟ نشان ایمانش همیسته که از توی اجازه طلب میکنه، پت تو پنهان نمیره. فاذا استاذنوک بعضی مردما میگه وضو میکنم، میگه قضای حاجت میرم، بازم تو بدر میره. و فاذا استاذنوک زمانی که اجازه طلب میکنه از تو بعض شانهم برای بعضی کارهای خود فاذن لمن شئت تو اجازه بده به کسی که تو میخوای، اختیار به تو است. منهم از یا واستغفر لهم الله، از الله بخشش برشان طلب کو. میفهمی قدر و منزلت رسول الله را؟ مصاحبت و همراهی با همراه پیغمبر فضیلت داره که ترکش چند دقیقه موجب ازی میشه که بعد آدم استغفار بخواه. آدم باید چی بخواه؟ استغفار بخواه. اتو مجلس پربرکت از تو باقی میمانه. بله یقینا که قابل عزیزته که تو مغفرت از الله طلب بکنی، وگرنه اینطور مجلس پربرکت رسول الله تو باید یک لحظه از پیشش دور نباشی. از او خاطر الله هم به پیغمبر میگه که برای از یا مغفرت طلب کن. ان الله یقینا الله متعال غفور مهربان ذات است، رحیم رحم کننده است. یعنی کسی که خطا شده الله بخشش میکنه، توبه بکشه، رحم کننده است، آینده خدا درست کنه. الله ای را هدایت دیگه میکنه. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم، نگردانید آواز کردن خواستن پیغمبر علیه السلام بینکم در بینتان کدعاء بعضکم، به مثل خواستن یا آواز کردن بعضی از شما بعضی دیگر را. قد یعلم الله یقینا الله میدانه الذین و کسانی را یتسللون که غلی کدمی برای خفیه کدمی روان منکم از جمع شما لواذن پناجویان. ای خدا پنهان کده خطا میکنه خدا. ایرم الله میدانه. فلیحذر الذین بترس او کسانی که یخالفون عن امری مخالفت از امر رسول الله میکنه، از حکم و فرمان رسول الله میکنه. چی را بترسه؟ ان تصیبهم فتنه که برسه برشان فتنه، خامخا یاد کفر واقع شوه، نفاق بدعت عذابای دنیا تسلطی چی ظالما سر شوه. این بیان میکنم. او یصیبهم یا برسه برش عذاب علیم، عذاب علیم برسه. حکم پیغمبر ترک کنه، بره و مخالفت حکم پیغمبر بکنه. در لا تجعلوا دعاء رسول دو تفسیر است. 3 تفسیر هم مفسرین کرده، 2 تفسیره. شما این تفسیرها را برای اون کسایی که داد از یا محمد میزنه، یا محمد سر و صدا را بلند کرده، ای وابیا برآمده یا محمد قبول نداره. وابیا که کدام محبت با رسول الله داره، ما رش تو وابیا بگی خو الحمدلله ما محبت با رسول داریم و جان خدا فدای یک سنت رسول الله میکنیم. تو چی میگی؟ رسول الله را تو نشناختی، بدعتها در مقابل طریقه های پیغمبر کشیدی، تو قدر و منزلت رسول الله را نشناختی. ما مبارزه داریم که بدعتها باید نباشه. ما مبارزه داریم که عبادت به طریقه پیغمبر باشه، تو به طریقه کاکا و بابا و بیبی عبادت الله را کرده راستی. تو قدر رسول الله را میدانی؟ نمیدانی. اول ترجمه لا تجعلوا نگردانی دعاء الرسول خواستن پیغمبر علیه السلام زمانی که میخواه کسی را پیغمبر که بیا
در فلان جا یا در فلان کار بیا. نگردان طلب کردن پیغمبر علیه السلام بینکم در بینتان که دعای بعضکم به مثل طلب کردن بعضی از شما بعضن بعضی دیگر را. اگر شما یک کسی را طلب میکنی که بیا فلانی کار است، دلی از او که میآید یا نمیآید اختیار داره، ده اختیاری خود است. اگر از اخلاقی نیکوی خود کار میگیره، جوان مردی میکنه، میآید قطعت کمک میشه. اگر دلش نمیشه نمیآید. اما زمانی که رسول الله کسی را بگوید که بیا، آلی برش قطعا را نیست که بگوید که ما آمده، بلکه حتی در نماز نفل اگر استاد بودی رسول الله صدا کرد نماز ترک میکنی. نماز چی میکنی؟ ترک میکنی، میری پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم. طلب کردن رسول الله یک اهمیت داره. سعید ابن المعلا رضی الله عنه آمد در کنج مسجد نماز میخواند. پیغمبر علیه السلام آواز داد، او نماز خود ختم کرده بعد از آمد. گفت چرا نآمدی؟ گفت یا رسول الله نماز خواندم. گفت آیت نخوندی؟ یا آیت نخوندی؟ الله چی برات میگه؟ پیغمبر طلب کنه باز تو نفل خوانی بکو؟ نه، پیغمبر طلب کرد در پیش پیغمبر حاضر باش. چرا که در پیش پیغمبر حاضر نشدی، حکم پیغمبر نپذیرفتی، با دو سرنوشت شوم مبتلا میشی، یا در فتنه یا در عذاب علیم. فتنه در دنیا، عذاب علیم در آخرت. این دو کار خامخا شده نیست در صورت مخالفت حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوم ترجمه: لا تجعلوا دعاء الرسول، نگردانی آواز دادن برای پیغمبر زمانی که ضرورت میشه که برای پیغمبر آواز میده، نگردانی آوازی از زیرا که دعای بینکم در بینتان که دعای بعضکم، و مثل آواز دادن بعضی از شما بعضن بعضی دیگر را. شما یکی دیگر که آواز میده او فلانی خان اینجا بیا، او فلانی خان نامش میگیری؟ نه. پیغمبر علیه السلام که آواز میدی ضرورت به آواز دادن میشه، نمیگی یا محمد. چرا؟ گستاخی و بیادبی در شان پیغمبر است. هیچ کس نام پدری خود گرفته نمیتونه. نام پدرت عبدالله است، بچه هیچ وقت نمیگه پدر خدا که عبدالله، بلکه چی میگه؟ پدر جان، آقا. همینطور میگه نمیگه. چرا؟ اگر همینطور کلام بگویه بیادبی است یا نیست؟ در عرف بیادبی است، این سبکی شمرده میشه در شان پدر. رسول الله از پدر کده بالاتر است، او پدری معنوی است. در شان از چطور محمد نامیشه میگیری؟ بیادبی نمیکنی. لیکن این بدبخت ها دین نمیفهمه، قدرت الله متعال. ما چی کنیم؟ ما از همون خاطر قطعش مناظره نمیکنیم. چرا که نمیفهمد دینه. کسی که دین نمیفهمه برش میگی او نمیفهمه. او ما نمیگه نوشته کن یا الله اوجا یا محمد ایجا. یا محمد همونطور ندایش جایز نیسته، خصوصا که به این قصد که برابری الله جور میکنیشه، برای حل مشکلات که به الله صدا میزنی و پیغمبر هم صدا بزن، این خود شرک است، شرک اکبر است. این علما را ما چی کنیم؟ چی خطش بکنیم؟ قرآن نمیفهمه، تفسیر قبول نداره. عمر دکه یا محمد بیادبی در شان رسول الله است. یا محمد یا الله گفته، یا جبرئیل امین گفته، یا یهودی و منافق گفته، یا اعرابی، کسی که آداب از یاد نداشته. مؤمن واقعی به رسول الله یا محمد نگفته، بلکه یا نبی الله یا رسول الله یا چیسته حبی، اینطوری، یا خلیل الله، اینطور کلمات استعمال کرده. الله شان پیغمبر برای صحابه نشان میده که زمان پیغمبر صدا میزنی توری نگو که یا محمد. ما و شما اینقدر زیادی توری صدا را رواج نداریم. عربا رواج داره، بسیار رواج داره، کسی که در عربستان زندگی میکنه. لیکن در شان رسول الله تو را آواز کردن قطعا بیادبی در شان رسول الله است. خب آلی قرآن میگه که این بیادبی است، لیکن این مردم میگه نه، یا محمد عبادت است. دیگه چی میگه؟ من برای طریق استغاثه نمیگم که فریاد از پیغمبر طلب میکنم، من از طریق چی میگم؟ محبت، لذت حاصل میکنم. تو در بیادبی هم لذت حاصل میشه، در بیادبی هم محبت است. چی ضروری است بایی؟ اگر محبت به رسول الله داری، آلی راهایش زنده کنی، بدعتا نکو، کلی کارایت به نقشه کی پیش ببر؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. آیا صحابه یا محمد گفته؟ تلاش میکنه میگه وی اونجا فاطمه را دارم و محمدا گفته. بدبخت، اون ندبه است. ندبه را میفهمی؟ کسی که قریبش فوت میکنه
باز زنا سرش چی میکنه؟ گریان میکنه، باز میگه وی بچگکم، وی فلانیگکم. اون جم فاطمه را در آنها پیغمبر اسلام وفات کرده، سرش چی میکنه؟ ندبه میکنه. ندبه کجا؟ صدا کجا؟ بدبخت. در ندبه مطلوب توجه کسی نیست که صدا کنی که روی طرف ما بگردان. در ندبه خو فقط حالاتی از او را یادآور میشی، بگوی خوبی هایش یادآور میشی، غم میکنی. فرق است. خوی بیچاره نه نحو را خوانده میباشه، نه حدیث، نه تفسیر قرآن، بس دیگه. باز چطور از تلبیس کار میگیره. یک جای ما رفتم، کرچیوانا سرم جمع شدن، قریب که حالی مرا لط کنه، پاش چی میگه؟ یا محمد قبول نداره. چطور میگن؟ اینطور میگه یا محمد قبول نداره. نمیگه که اینها کلمه یا محمد قبول نداره، یعنی استعمال یا محمد قبول نداره. چی گفتن؟ یا محمد قبول نداره. یا یعنی اینم یا محمد هیچ قبول نداره. باز ما شاندم شانه. خامو ملاقه که یارا گفته بود و فرار کرده بود. اگر نیو که می بود اولاد میخورد. وقتی که سری از یارا خلاص کردم از امی کریچیوانا، گفت ما را خوی بدبخت خبیث گفت که اینی پیغمبر قبول نداره. یا محمد. ما چی خبر؟ راستی یا محمد خو بیادبی دشانی پیغمبر است. این دوم ترجمه است. قد یعلم الله الذین، یقینا میدان الله کسانی را یتسللون که همونطور خاموشی کده، پنهانی کده، میبرای منکم از شما، لوازن به پناهجویی، یعنی خدا نشان نمیده به خاطری که مردم نبینشه، مجلس مهم اعلام میکنه. از این معلوم میشه که هرگاه پیغمبر علیه السلام و بعد از او هر کس که در امر جامع که در کار خدمت دین باشه، یعنی بدون اجازه باید نبرایه. اگر میبرایه علامه نفاق است، نعوذ بالله. و ایره ما و شما چی میگیم؟ شانه خالی کردن، خود در کوچه اصلا چپ زدن، خود از معرض علت و کوبو بگوی پیش روی مردم کشیدن. این کارا را نکنی. متدین واقعی باش. آن چیزی که از طریق الله برات نوشته است در تقدیر میرسه برات. خب زندگی چی بکو؟ با عزت، با همت بکو، با غیرت و شهامت زندگی بکو. فلیحذر الذین، باید بترسه و کسانی که یخالفون عن امری، مخالفت از دستور پیغمبر میکنه، از حکم پیغمبر میکنه. از چی چیز بترسه؟ ان تصیبهم، که برسه برشان فتنتون، فتنه، کفرم فتنه میگه. بالکل امکان داره بعضی مردم که حکم پیغمبر حقیر میدانه، سبک میدانه. سبک داشتن حکم علیده است. علیده چطور میگه؟ یک نفر گفتی ریش سنت رسول الله است، ترک سنت چی کی کشیده؟ سنت چی؟ خاک دسری سنت، نعوذ بالله. یادم چیست؟ کافر است، بالکل کافر است، شک در کفرش نیست. چرا؟ سری سنت رسول الله توهین کرد، تحقیر کرد. عمل نکردن جدا موضوع است، تحقیر کردن. بالکل ریشی خدا مانده، خو لیکن میگه که این ریشه بگوی چی هسته؟ این ریش چی هست؟ هیچ حیثیت نداره. سنت کی کشیده؟ ریش داره، بازم یادم چیست؟ کافر است. تحقیر سنت رسول الله را میکنه. الله میفرماید که مخالفت حکم دستورات پیغمبر نکنه. چرا؟ بس اوقات میشه که فتنه شوه برایتان، در کفر برسانه. یک موضوع. یا در نفاق مبتلا شوی. چرا؟ وقتی مخالفت طریق رسول الله را میکنی، او را سبک میدانی، او قدر اهمیت قائل نیستی، حتما در قلبت نفاق چی میشه؟ پیدا میشه. سوم، بدعت، مبتلا به بدعت میشه. چرا؟ چون که طریق رسول الله را پوره نمیدانی، کامل نمیدانی، مثمر و مفید نمیدانی. در پالوش چیسته؟ رای دیگر را باز ایجاد کرده رایستی که اینی رام خوب است، در بدعت واقع شدی دیگه. اینمی فتنه در بدعت واقع شدن هم است. ان تصیبهم فتنه، یا برسه براتان فتنه، عذابی که در دنیا الله سری کسی میاره. بس اوقات کسی مخالفت حدیث پیغمبر میکنه، عذاب سرش میاد، شکی در این نیست. یا است که فتنه است که ظالما را مقرر میکنه، حکم پیغمبر تو عملی نمیکنی، الله سر ظالم مسلط میکنه که هر روز تو را آزار و اذیت بده. یک. یا است که فتنتون در فتنه واقع میشه، یعنی رفته 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 کم کم تا ای که نعوذ بالله ما کمال در شرک و بدعت مبتلا باشی، دیگه چیز نمانده باشه. این را فتنه میگه. او یصیبهم عذاب الیم، یا برسه برشان عذابی دردناک. نه، اگر
در دنیا این فتنه برات نرسید، در آخرت خواه عذاب دردناک برات میرسه. چرا که مخالفت حکم پیغمبر کرده ای. این حکم برای کیست؟ کلگی را شامل میشه یعنی تنها همون زمانی رسول الله یک نفر یا دو نفر؟ کلگی را شامل میشه تا روز قیامت. در مقابل دستور و تعلیم رسول الله سنگر گرفتن، او را نپذیرفتن، گپ دیگه که سرش ترجیح دادن، یا خودشان بدانه که آیت متوجه کی میشه. هموی که میگه که در حدیث است خود در مذهب ما نیست. هموی که میگه در حدیث است خود در مذهب ما نیست. خلاص آیت متوجه تور مردم است. از او خاطر در رد کردن سنت رسول الله بسیار احتیاط شود. کسی زودی که در رد نکنه سنت های پیغمبره، سنت پیغمبره. اوی طورم نگویه او یک سنت کار است، یک سنت کار است. مولای ما میگه رفع الیدین من بالجهر میگه یک چی هست؟ یک سنت کار است. یک سنت کار چی مانه؟ هیچ حیثیت نداره، هیچ قابل عمل نیست. اگر حیثیت نداره رسول الله چرا کرده؟ ما میگیم اگر تو برش مستحب میگی لیکن پیش ما عملی کیست؟ رسول الله. الا خبردار ان لله ما فی السماوات، یقینا خاص برای الله آن چیزی است که در آسمان است و الارض در زمین است. قد یعلم، یقینا میدانه الله متعال ما انتم علیه، او حالتی که شما سری از او قرار داره کل حالات برای الله معلوم است. یعنی کدام حالتی که شما قرار داره، حالت خوب یا خراب در دست خودتان است. حالت خوب وقتی میاد که شما مکمل تابعدار رسول الله شوه، حالت خراب وقتی است که مخالفت داره. حالی ما در کدام حالت قرار داریم؟ حالت خراب قرار داریم. الله میدونه خیر چی رقم میتونیم سعادت به دست بیاریم. مکمل تابعداری کی؟ رسول الله صلی الله علیه و و یوم یرجعون الیه، در روزی که بازگردانیده میشه به سوی الله متعال مردم، فینبئهم، الله خبر میده کلگی را بما عملو، با آن چیزی که انجام داده. کلی عمل کرده پیش شده میره که مخالفت پیغمبر کرده یا موافقت پیغمبر کرده، دشمنی با پیغمبر یا دوستی با پیغمبر، محبت با پیغمبر یا بغض با پیغمبر، سبک دانستن منزل تعلیم پیغمبر یا بزرگ داشتن تعلیمات پیغمبر، کدامش است؟ الله برات خبر میده. آلی خودت ظاهر خودت معرفی میکنی که من بسیار دوستدار هستم، اما اگر در قلبت امی محبت و عظمت نداشته باشی به الله پیش میشی. والله بكل شيء علیم. تو رم نگو که الله قدر مخلوقات چه قسم اما کارا و حرکات و ارادای کلگی برش معلوم باشه. الله علمی چی داره؟ محیط داره. والله بكل شيء علیم، الله به تمام چیزا علم داره. پس همه چیزا به الله معلوم است و پیش روی هر کس عمل کرد خودش پیش میکنه. الله ما و شما را رسوا نکنه، محبین پیغمبر صلی الله علیه و سلم واقعا بگردانه که در همه امر چی توی چی مرده در هر حالت تابعدار کی باشیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.